از قلبم تا به شما سلام. بچه‌ها طول میکشه که سلام مد نظر خودم رو پیدا کنم. واسه همین فعلا با همین پیش میریم، ولی این از قلبم تا به شما سلام رو خیلی دوست دارم، پس احتمالا روی همین یه چیزی بسازم. اینو تو چنل پادکستم هم گفت. وای زده نور شدم. درست شد. اینو تو چنل پادکستم هم گفته بودم، پس احتمالا دوباره شنیدینش، ولی خب باید میگفتم که بدون حواسم هست. امروز چند تا برنامه جالب داریم. اگه برسم امروز جفتشو انجام میدم، اگه نه تو 2 روز جمع میکنم براتون ولاگو. اولیش اینه که امروز بذارید تقویم نگاه کنم. امروز 16 آذره. 16 آذر. امروز 16 آذره و دیگه باید برنامه ریزی برای زمستون رو انجام بدم، به خاطر اینکه اگر امروز انجامش ندم دیگه فکر نمی کنم برسم انجام بدم و میدونم که برنامه ریزی اگر نداشته باشم واقعا تا زمستونم رو خوب نمیگذرانم، به خاطر اینکه تو زمستون هم به خاطر اینکه هوا بیشتر تاریکه وقتی هم مثلا صبح و هوا سرده و اینا، معمولا بدن روی حالتی که نمیخوام هیچ کاری انجام بدم فرو میره. پس با این حساب امروز هم باید برنامه ریزی فصل زمستان ما رو انجام بدهیم و هم یه چیز خیلی بامزه به نام سیسو که راجع به اونم واسهتون صحبت میکنم و انجامش میدیم با هم. با ما همراه بشید. اکثر ویدیوهامو من تو آشپزخونه میگیرم، به خاطر اینکه ویدیوش چیه؟ به خاطر اینکه این چیه؟ نورش خیلی خوبه. و بله اینو دیدین بچه ها؟ تشریفات رو دیدین؟ نانای تشریفات. یه چیزی که راجع به من خیلی دوست دارم بدونین اینه که من خیلی توی میم ها و آدیوهای خنده‌دار میگذرانم. یعنی همینجوری رندوم مثلا دارم راه میرم، دارم مثلا چه میدونم، مثلا همین الان که چند به شما نشون میدادم دارم یه کاری میکنم، بعد یهو وسط یه میم اینجوری پینک میاد تو مغزم و مجبورم که بگمش، چون اگه نگم احساس میکنم رسالاتم رو انجام ندادم و همینجوری تو مغزم باز خوش تاب میخوره. مثلا مثل اینکه اینجورم که نانای. واقعا عجیب غریب بودن محبتیه که به همه داده نمیشه. من از این محبت بسیار خوشحالم. خب بگذاریم. همونجوری که یکی از تایتل های ویدیو معلومه، بالاخره باید واسه فصل زمستان و فصل سرما برنامه ریزی داشته باشم. به چند دلیل برنامه ریزی باید فرق کنه که الان من برم دفتر اینا بیارم، دفترهای برنامه ریزی عزیزمو. بسیار خب من برگشتم. این نیمچه نوری که هست، هوا ابری داره میشه، امیدوارم بارون زودتر بیاد. نه یه سلاح گرفتم دستم. خب مواد لازم، یه دونه از این برگه هایی هستش که هیچ وقت دلتون نمیاد ازشون استفاده کنین، چون اینجورین که فقط 20 ازش هست و حیفه. ازش استفاده کن عزیزم، دختر قشنگم، دختر اسلش پسر قشنگم، از این استفاده کن. این میمونه همینجوری. من اینو چند سال پیش خریدم. من اینو بهتون بگم، از رو قیمت میتونم بهتون بگم که چند سال پیش خریدم. اینو من تایمی که خریدم 18,000 تومان بوده. یعنی ببین برای چقدر قبله، برای چند سال پیشه و هنوزم ازش استفاده نکردم. پس عزیزم از این استفاده کن. باشه بگذاریم. یه دونه اینا خودکار هر رنگ که دوست دارید و یک دفتری که میخوایم توش فعلا مغزمون رو خالی کنیم که ببینیم باید چه کارایی انجام بدیم. خب اگر شما هم زاویه تغییر دادم، اگر شما هم با من میخواید برنامه ریزی کنید، بذار بهتون بگم باید چه چیزایی رو در نظر بگیرید. بالا اول اینکه توی زمستون بدن روی حالت خواب و ریکاوری و این چیزا بیشتر میره. چرا؟ به خاطر اینکه هوا سرده و هوا هم به نسبت تابستون زودتر تاریک میشه، هم دیرتر روشن میشه و هم زودتر تاریک میشه. خب یعنی مثلا برای افرادی مثل من که صبح زود بیدار میشن خیلی سخته که این روتین رو حفظ کنن، روتین صبح زود بیدار شدن رو، به خاطر اینکه خب وقتی مثلا خواب بلند میشی و بدنت ببینه که هنوز هوا تاریکه واقعا خیلی کار سختیه. من دارم اینجا به همه کسایی که به جماعتی که صبح زود بیدار میشن خسته نباشید میگم، به خاطر اینکه واقعا خیلی کار سختیه توی زمستون این کارو کردن و به خاطر اینکه هوا سرده بدن توی اون حالت
سیف کردن انرژی میره و دوست ندارید خیلی کارهای زیادی انجام بدید و خب توی خونم که باشید و گرما باشه و اینا، دیدی بدن اینجوریه که حالا ولش کن، حالا بیا بخوابیم، بیا مثلا چیل کنیم، برای خودمون اسکرول کنیم. پس نه، باید یه چیزی داشته باشیم که همه اینا رو بشوره ببره. بذارید یه ذره از اینجا بهتون فضا بدم که ببینین. بذارم عقب اینها. ما این دفتر رو باز میکنیم و اول تمام کارهایی که روزانه باید انجام بدیم توی فصل زمستان رو واسه خودمون مینویسیم. اینم بهتون میگم که من دارم برنامه‌ریزی سبک خودم رو انجام میدم و نمیدونم که مثلا اصلا چیزی که برای من کار میکنه. اگر شما هر جور دیگه ای دوست دارین برنامه‌ریزی کنید با من. اوکی؟ هر جور که برای خودتون جواب میده برنامه‌ریزی کنید. هیچ نوع مشخص برنامه‌ریزی نیست که برای همه جواب بده. پس شما به نوبه خودتون برنامه‌ریزی کنید. خب من کارایی که باید خودم معلومه یا نه معلومه، آره، کارایی که خودم باید انجام بدم و نوشتم و کارایی که باید سعی کنم بزنیم بالا دیگه دیدین دیگه و کارایی که باید سعی کنم کاهش بدم انجام دادنش هم نوشتم. به عنوان مثال چیزی که من واسه خودم گذاشتم اینه که من معمولا بهتون گفتم سر این که هوا داره سرد میشه و وقتی که میخوای خواب بیدار شی بدنت اینجوریه که نه بذار بخوابیم، که دلیلش هم کاملا علمیه، چون نور رو نمیبینه که بفهمه صبح شده. اینجوریه که هنوز که شبه چرا داری بیدار میشی؟ برق اتاقتون رو روشن کنین. من از این روش استفاده میکنم، نمیدونم روش سالمی هست یا نه، ولی به محض اینکه بیدار میشین برق اتاقتون رو روشن کنین، بلند شین اینجوری تق بزنید رو این چراغ لامپ، بعد صبح میشه، بدنتون میفهمه که صبحه. روشای عجیبی دارم ولی واقعا جواب میدن. مثلا چیزی که من برای خودم نوشتم که خیلی برام مهمه این که ورزش کنم. من به دلایل خیلی نامنظمی من 2 ساله که به صورت کاملا نامنظم ورزش میکنم. یعنی مثلا یه هفته ورزش میکنم، 2 هفته نمیکنم، دوباره یه هفته انجام میدم اینجوری و خب این خوب نیست، چون که من ترجیح میدم واقعا ورزش توی برنامه‌ام باشه. خیلی جدیدن دارم به فکر میکنم که باید به بدنم بیشتر اهمیت بدم، چون این بدن قراره با من بیاد در سالهای روبرو و بهتره که ذره بیشتر بهش اهمیت بدم. پس چیزی که هست اینه که واسه خودم 2 تا پارت ورزش گذاشتم هر روز و از اونجایی که من بدنم خیلی وقت ورزش نکرده و خب نمیتونم یهو مثلا 1.5 ساعت ورزش روزانه انجام بدم، این 2 تا پارت ورزش رو از 10 دقیقه شروع میکنم. این 2 تا 10 دقیقه، مثلا یه دونه پارت صبح، یه دونه پارت بعد از ظهر، از 10 دقیقه شروع میکنم و حالا یا روزی یا هفته‌ای مثلا 5 دقیقه بهش اضافه میکنم که بعد بشه 2 تا یه رو، بعد 2 تا 20 دقیقه، بعد 2 تا مثلا 25 دقیقه، همینجوری تا برسه به 1.5 ساعت که ساعت دلخواه منه. چیزی که هست دیگه این که زبانامو بخونم. میگم بیشترین چالشی که هست و خب خیلیاتونم دارین درس خوندنه توی این فصل سرما و اینا. نوشیدنی شیره ولی خب وای خیلی خوشگله، لیوانه، هوا داره ابری میشه. پرش ذهنی رو باید کنترل کنم یکم. چی داشتم گفتم؟ این که باید حواسم به زبان خوندنام باشه. واسه یه 3 تا زبانی که میخونم باید برنامه‌ریزی داشته باشم و به همشون برسم، به خاطر اینکه خیلی نامنظم خوندم این چند وقت. بعضی وقتا حوصله 2 تاشون رو داشتم فقط 2 تا رو خوندم، بعضی وقتا هیچ کدومو نخوندم، بعضی وقتا حوصله نداشتم فقط انگلیسی رو خوندم و خوب نیست. باید یه نظمی داشته باشه. و به خاطر اینکه هوا سرده، اینکه هی دارم میگم هوا سرده، چون واقعا بچه‌ها مغز انسان بر اساس محیط خیلی چیزا رو عوض میکنه. خواستین خودتون بیشتر راجبش تحقیق کنین و بخونین، ولی یه برنامه‌ریزی درست اینجوری واقعا خیلی تاثیر میذاره روی پروداکتیویتیتون، روی چی میگن، کارآمدیتون، کارآمد بودنتون، کارآمدی. آب زیاد بخوریم. میدونم خیلی چیز بیسیک و کلیشه مانندیه، ولی واقعا ما یادمون میره آب بخوریم. حداقل من خیلی یادم میره آب بخورم
و آب خیلی مهمه، به خدا خیلی مهمه و باید یادم باشه که آب بخورم. جورنال کردن به خاطر اینکه مغزم رو خالی کنم و مغزم رو آروم کنم، چون که مغزم بعضی وقتا از فکر زیاد میترکه. اگر که هر روز جورنال کنی و هر روز بنویسی، مغزت میتونه مدیریت کنه افکار گنده‌ای که تو سرت رو. و برای اینکه صبح زود بیدار شم، چون برای من خیلی مهمه، برای من خیلی انرژی بخشه صبح زود بیدار شدن، هم تایم زیادی بهم میده که به کارام برسم و همین که کلا حس خوبی میگیرم از صبح زود بیدار شدن، خواستین یه ویدیو واسش میسازم که چه جوری صبح زود بیدار شویم. بعد حواسم باید باشه که صبح زود بیدار بشم و از این تکنیکیه که به محض اینکه بیدار شدم چراغ رو روشن میکنم استفاده میکنم، چون که اینجوری وقتی بدنم نور رو ببینه متوجه میشه که صبحه. این از یه پدیده زیبایی به نام ملاتونین میاد. این هورمونیه که وقتی شما نور خورشید رو میبینین ترشح میشه و به مغز میگه، به بدن میگه که صبح بلند شو. و وقتی که شما بلند میشید توی تاریکی هستید و چون خب هوا روشن نشده تا 5 صبح 6 صبح هوا هنوز روشن نشده، وقتی بلند میشید و بدن میبینه که تاریکی، فکر میکنه که شما وسط خواب بیدار شدید و میدونی سیگنال رو نمیده که بلند شو، اینجوری که خب بخواب اشتباه بیدار شدی، میدونی باید سریع بجنبید و برق روشن کنید که نور ببینه. و اینکه مثل همه آدم های این عصر جدید دارم سعی میکنم اسکرول کردنم رو کم کنم. واقعا ببین یه ذره وحشتناکه، میدونی چی میگم؟ وحشتناکه به خاطر اینکه واقعا اعتیاده. یعنی مچ خودتو میگیری ها، میبینی مثلا 1 ساعت توی اینستا داری همینجوری میزنی ویدیوی بعدی و اصلا یادت نمیاد تا الان چی دیدی، فقط اینجوری که این یک ربات تسخیر شده اینجوری هی داری اینو میزنی اینجوری و وقتی از بیرون بهش نگاه میکنی واقعا چیز وحشتناکیه که تو 1 ساعت بدون اینکه حواست باشه داشتی یه کار رو انجام میدادی و این به شدت دامنه تمرکز رو میاره پایین. یه ذره ویدیوی بعدی اسپویل شد. تو ویدیوی بعدی یه چالش میخوام برم و ای یاران من من فن کوروشم، پس ای یاران من که شما هم میخواید از این اسکرول کردن ها و دوپامین های چیپ و بی ارزش بیاید بیرون. ویدیوی بعدی براتون سورپرایز دارم که خیلی هم که سورپرایز نیست چون الان یه ذره لو دادم، ولی خب آره سعی کنم کمتر اسکرول کنم و یه ذره مغزم بتونه این دامنه تمرکزش رو دوباره به دست بیاره، چون اصلا چیز خوبی نیست که یهو اینقدر بی تمرکز باشم، چون روی تمام ابعاد زندگیم اثر میذاره. میدونی مثلا داری کار میکنی مغزت میپره، داری کتاب میخونی واسه کتاب خوندن یا میری سر گوشید بدون اینکه اصلا بخوای این کارو بکنی، فقط چون عادت کردی و این اصلا چیز خوبی نیست. حداقل من خوشم نمیاد که اینقدر بدنم عادت کرده باشه به یه چیزی که تازه خوبم نیست. یعنی چیز خوبی هم نیست که بگم خدا رو شکر به چیز خوب عادت کردم. خلاصه باید اسکرول کردنم رو کنترل کنم و بخش مورد علاقم کتاب بخونم. بچه‌ها من میدونم که آدم‌های فانتزی خون من درک میکنن. ببین بذار با همینجوری صحبت، بذار شما بیام نزدیک‌تر، بذار اینجوری با هم صحبت کنیم. ببین کتاب فانتزی یعنی کتاب فانتزی میدونی یعنی کتابای تخیلی که من باور ندارم تخیلی، حالا برای گل روی شما میگم کتابای تخیلی یه دنیا هن. خب یعنی شما وارد یه دنیا میشید، این دوربین امروز خیلی رو مخ من، شما وارد یه دنیا میشید خب با کرکترها و قانونای خودش، اوکی؟ بعد شما وارد اون، شما جزئی از اون دنیای میشید وقتی میخونیدش و وقتی مجموعه تموم میشه تازه خوششانس باشی که مثلا یه جلد نباشه، مثلا چند جلد باشه. کیف نمیده توی سرما بعد از که کاراتو کردی بری تو دنیای تخیلی خودت، برای خودت جادو جنبل کنی، خوناشامی باشی و جادوگری باشی و حال نمیده؟ خدایی حال میده دیگه آقا، یاران من. نه خدایی
خیلی 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 دوست دارم که به کتاب خوندن های سنگینم برگردم. من یک دوران اوجی داشتم توی نوجوانیم که انقدر تو دوره کتاب خوندن بودم و انقدر تند شده بود، یعنی انقدر تند کتاب میخوندم که مثلا در عرض یه هفته میتونم یه مجموعه رو بخونم. یه هفته تهش بود، یعنی خیلی طولش میدادم، یه هفته طول میکشید. بعد الان جدیدن دوباره اومدم رو دور کتابام، یعنی کتابایی که نخوندم، خیلی وقته که نخوندمشون و دارم خیلی این بنز دارم کتاب بخونم و خیلی خوشحالم. خیلی خوشحالم. ببین یعنی واقعا انقدر خوشحالم که دارم دوباره کتاب میخونم. یادم رفت چی می‌خواستم بگم. و اینو حتما توی برنامه‌ام گذاشتم که حواسم باشه که کتاب خوندنم رو ادامه بدم، بخاطر اینکه خیلی 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 بهم خوش میگذره کتاب خوندن، مخصوصا کتابایی که دنیای خودشونو دارن. البته یه ذره به خودم قول دادم که امسال توی زمستون کتاب ادبیات کلاسیک هم بخونم. یه چند تا کتاب ادبیات کلاسیک دارم که خیلی وقته که دارم و نخوندم، به خاطر اینکه توی کتابای کلاسیک اژدها نداریم، جادو نداریم، جنگجو نداریم، پسران جنگجو نداریم، پسرای بالدار نداریم، تاج و تخت و سلطنت به نوع جادویی نداریم، قدرت نداریم، قدرت جادویی. چون که اینا رو نداریم برای من خیلی سخته ادبیات کلاسیک خوندن، چون که برامون میگردونه به دنیای حال حاضر و این دنیا بعضی وقتا خسته کننده است چون که جادو نداره. به هر حال دارم سعیمو میکنم، به من فرصت بدهید. دارم سعیمو میکنم که ادبیات کلاسیکم بخونم. اگر چیزی خوندم میام بهتون میگم. فعلا دیشب بچه‌ها تموم کردم آکادمی خوناشامو و متاسفانه 2 جلد آخرشو ندارم، به خاطر اینکه نباید. فعلا کتابای زیادی دارم که باید بخونم، پس باید اول اونا رو بخونم بعد کتاب جدید بخرم. آکادمی خوناشامو دیشب تموم کردم و اینجوری بودم که به به چه دنیایی دارید. آره واقعا کتابایی که دنیای خودشونو دارن خیلی من جذب میکنن. حالا اصلا کجا رسیدیم به کجا، نگاه تو رو خدا. آره میخوام کتاب خوندن حتما تو برنامه‌ام باشه. حالا اینا کارهایی بود که میخوایم رعایت کنیم که معمولا برای من بیشترشون روزانه است، یعنی زبان خوندن، کتاب خوندن، ورزش کردن، آب خوردن و این چیزا و کار، اینکه موقع کار کردن تمرکزم بالا باشه، این چیزایی که من معمولا روزانه باید انجام بدم، دیلیان. حالا اینو برمی‌دارید از اینا که اینجوریان، بهتون گفتم یه دونه از اینا. این میخوام جلو چشتون باشه. این چیه؟ این چیزاییه که شما باید رعایت کنید در طول روز، هر روز، و ممکنه که یادتون بره چون براتون جدیده. به عنوان مثال من تازه دارم جورنال کردنم رو روزانه میکنم. من جورنال میکنم منتها روزانه نمیکردم، یعنی هر موقع دلم میخواست این کارو میکردم. پس یکی از اون چیزا اینه که من جورنال کنم. حالا اینو میبینین جلوش نوشتم جورنال. این بچه بازم میگم این روشی که من استفاده میکنم، شما از هر روشی که فکر میکنید درسته استفاده کنید. اوکی؟ هر کسی خودشو بهتر میشناسه. اینو میبینید اینجا، حالا شما چپه میبینیش، ولی خب این جورنال من نوشتم. حالا روزی که انجامش میدم، مثلا از فردا 4 شروع میشه، یه تیک جلوشو میزنم. خب 21 تیک جا میشه حداقل دیگه. اینا 21 تا تیک اینجوری. این برای این چیزی که من برای ساختن عادت‌های جدید استفاده میکنم، یعنی برای اینکه برای ساختن عادت‌هایی که چیزایی که بهشون عادت ندارم و تازه میخوان بیان توی روتینم، از این استفاده میکنم. 21 کی بهش فرصت بدم، 21 روز. و وقتی که 21 روز بگذره، واسه 21 روز بعدی ما خیلی خودکار، به طور خودکارتر این کار انجام میدیم و واسه همین اینو میذارم جلوی چشم که یه تیک بزنم. این تیک زدنه هم که باید یه اقدامی انجام بدی، بعضی وقتا باعث میشه که مغزت بیشتر یادش بمونه که این کارا رو انجام بده. من نوشتم همونجوری که میبینید تا اینجا پره و به نظرم هر کدومشون 21 کی رو جا داره و فکر کنم مثلا چند تاست، این هم است. خب حالا ما یه دونه تیک جلوی هر روز میزنیم دینگ. خب و این باعث میشه که عادت کنیم، چون که باید یه کاری رو انجام بدی، یعنی قفل مغزت این کارا رو که باید انجام بدی، مثلا جورنال کردن، اینو قفل میکنه به تیک زدن این. واسه همین چون که بعد یه کاری رو اینجا انجام بدی، مغزت مقید میشه، یعنی به این فکر میکنه که بعد یه تیک میزدم، اینو باید انجام بدیم. و
چیزی که بهتون کمک میکنه، به من خیلی کمک میکنه، که به مغزتون گوش نکنین. مثلا وقتی که داره میگه که جورنال کن، یعنی میبینی که باید جورنال کنی، بعد مغزت اینجوری الان باید برم کتاب دفترمو بیارم، بعد برم بشینم، بعد به این گوش نکنید. اوکی، فقط کارا رو انجام بدید. اصلا به این فکر نکنید که این چی میگه. خب برید کارتون رو انجام بدید، اصلا گوش نکنید. یعنی سعی نکنید اینو راضی کنید که بعد کارا رو انجام بدید. باشه، کار خودتون انجام بدید. اصلا هیچ. و بله، تمام. این برنامه‌ریزی رو ما انجام دادیم، خیلی سریع و شیک. البته که شما میتونید چیزای بیشتری اضافه کنید، مثلا هر چیزی که در طول روز بخواید انجام بدید. اینا برای من همینا بود که گفتم یه بار دیگه، اینا همینا واسه من بود. این تو هم نوشتمشون، نور افتاد، این تو هم نوشتمشون و تمام انجام شد. به خودم افتخار میکنم که این کار رو انجام دادم، چون که خیلی وقت میخواستم انجامش بدم. باریکلا به خودم. موهامو بالا بستم و الان میتونم خیلی با تمرکز بیشتری ضبط کنم. یه چیز خیلی مهمی که بچه‌ها دارم بهتون بگم، این که حتما حواستون باشه بهش، اینه که اگر تازه دارین روتین رو شروع میکنین، اگر که توی روتینتون تازه دارید ورزش رو میذارید، یهو نرید روی 1 ساعت ورزش کردن، به خاطر اینکه مسلما از 0 دقیقه تا 1 ساعت فاصله زیادیه و مغزتون اینجوریه که یعنی چی، چرا باید مثلا یهو 1 ساعت ورزش کنم، میدونی نمیذاره. و بعد وقتی انجامش نمیدین شروع میکنین سرزنش کردن خودتون که ای بابا چرا نتونستم 1 ساعت ورزش کنم. آروم آروم پیش برید. اوکی، همیشه شروع کردن یه عادت خیلی سخته. آدم احساس ناراحتی داره، احساس اینکه راحت نیست توی اون اپیزود جدید زندگیش و این اوکیه، میدونی این نرماله، این جزئی از تغییره. به خاطر اینکه اگر توش راحت بودی که تغییرش نمیدادی. اوکی، اون راحتی نیست که میخوای. منظورم متوجه میشین؟ اون راحتیه که توی کامفورت زونتی، توی منطقه امنیتی، اون راحتی واقعی نیست. راحتی واقعی که میخوای از اون عادتهای جدیدی که داری درست میکنی میاد، پس میارزه. اوکی، ولی یواش یواش شروع کن. یهو اینجوری جامپ نپر توی اون ته مسیر. میدونی تو هدفت اگر اینه که روزی 1 ساعت ورزش کنی و اگر الان هیچی ورزش نکردی، یواش یواش برو. اوکی، یواش یواش پیش برو و به خودت اعتماد کن و بهش میرسی. اوکی، خودتو ببین که داری تلاش میکنی، خودتو ببین که بالاخره به ورزش علاقه‌مند میشی، خودتو ببین که بالاخره ورزش جزئی از روتینت میشه و بالاخره میرسی به اون 1 ساعت در روزه. ولی از 10 دقیقه شروع کن. اینجوری مغزت آروم آروم عادت میکنه و وقتی شروع میکنی تجربه کردن ورزش و بعد میبینه که چقدر حالش خوبه، بیشتر بهت اجازه میده که این کارو بکنی. اوکی، پس به خودت سخت نگیر. شروع کردن روتین همیشه سخته. الان من خیلی تایم زیادی که صبح زود بیدار شدنم رو از دست دادم. یه بخشیش به خاطر مشکلات شخصیه، یه بخشیش به خاطر خوابیدن دیره، یه بخشیش به خاطر آب و هوای سرده. خیلی خیلی عوامل زیاده، ولی میدونم که میتونم دوباره انجامش بدم و به بدنم دارم این حس رو میدم که ببین بیا دوباره کم کم شروع کنیم، 1 ساعت زودتر بیدار شیم. مثلا اگر الان 10 صبح 11 صبح، مثلا بگو 2 ظهر بیدار میشی، بیا 1 ساعت زودتر بیدار شیم، بعد 2 ساعت، بعد همینجوری عقب تا بالاخره برسه به اون تایمی که میخوام. یهویی اینجوری شالاپس نپر بگو من یا 4 صبح بیدار میشم یا وای خراب شد روتین. اوکی، اینجوری کار نمیکنه. یواش یواش برو که مغزت هم باهات بیاد. باشه، خودتون اذیت نکنید. سلام دوباره. صدام چرا گرفت؟ سلام دوباره. الان فرداییم، چون که دیروز من سرگرم کارام شدم و یادم رفت دیگه نتونستم فیلم بگیرم. الانم میبینید این نور تو صورتمه واسه اینکه غروبه، ساعت تقریبا 5 ساعت نگاه کردم. هوا امروز خیلی سرد بود و منم خیلی جالب دقیقا مصادف شد با این چیزی که میخوام راجبش امروز حرف بزنم. بهتون گفتم اول ویدیو که با هم سیسو میکنیم. حالا سیسو چیه؟ این کتاب سیسوی منه که همین که روش میبینین پایینش نوشته هنر شجاعت فنلاندی. حالا
داستان چیه؟ داستان اینه که فنلاندی ها به خیلی چیزاشون معروفن و به شادی و یه سری فلسفه های خاصی که درباره زندگیشون دارن خیلی 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 معروفن. مثل هوگو، فکر کنم هوگو بود اگه اشتباه نکنم، یه کتابی بود که راجع به شاد بودن، هنر شاد بودنشون نوشته شده بود و توش اینکه توی این تایمایی که هوا سرده و معمولا افسردگی فصلی میاد سراغ آدم یا چون بدن توی اون حالت حفظ انرژی میره، خیلی میل به کار کردن و پروداکتیو بودن و اینا نداره، چیکار کنیم که حالا اینو بهتر کنیم. این درباره شجاعتشه و من توی این اپیزود از زندگی مخصوصا توی دهه 20 سالگی و این چیزا خیلی درباره شجاع بودن میدونی نیاز به کمک دارم، به خاطر اینکه یه تایمایی تو درگیر اشتباه نکردن میشی، بیش از حد درگیر اشتباه نکردن میشی، اونقدری که اصلا هیچ کاری نمی‌کنی، انقدر دلت میخواد که اشتباه نکنی که حاضری هیچ کاری نکنی فقط چون میترسی که اشتباه باشه. و احساس میکنم این تایما خیلی به شجاعت نیاز داریم هممون، به این که ببین قرار نیست هر کاری که میکنی درست باشه. اینو نور رو تنظیم کنم بذارمش این بچه‌ها دارم از این نور استفاده چقدر زیاد بود، دارم از این نور استفاده میکنم و نمیدونین به چه بدبختی بندش کردم اینجا. اوکی آره داشتیم راجع به این حرف میزدیم و این کتاب خیلی جالب. من کلا کتابایی که اینجوری عکس دارن توشون و مثلا نصیحت نه هینت های جالب کوچولو دارن خیلی دوست دارم و این کتاب خیلی وقت پیش خریدم تا به طرز عجیبی تا الان نرفته بودم سراغش. بیشتر حس این که مثلا چون ورقاش هم گلاس است، بیشتر یه کتابی که مثلا فقط خوشگله که تو نگاش کنی نگاه می‌کردم، فقط نخونده بودمش تا اینکه چند وقت پیش یه ورقی زدم و جونم که واو چه چیزای باحالی خوردم پای دوربین. و در یک کلمه بخوام سیسو رو بگم، سیسو اینه که وقتی که به اون حدی میرسی که اون قدرتی که فکر میکردی داری تموم میشه، یعنی اینجوری بودی که من تا همینجا قدرت دارم و الان از نظرت تموم شده است دیگه، یعنی دیگه هیچ قدرتی نداری. ولی داستان اینه که سیسو میگه داری، یعنی هنوز قدرت داری، فقط اون قدرتی که فکر میکردی یه بخشی از اون قدرت بزرگی که داری. از اون چیزی که فکر میکنی تو شجاعتری، از اون چیزی که فکر میکنی تو بیشتر نیرو داری، فقط باید باور کنی که بیشتر از اون چیزی که فکر میکنی نیرو داری. و احساس میکنم بعضی وقتا یادمون میره که بیشتر از اون چیزی که فکر میکنی شجاعی، میدونی، چون تا هر چی که خودتو شناختی الان میدونی مثلا اینجوری که من اینا رو از سر گذروندم پس تا اینجا شجاعم، پس تا اینجا قویم. باید جلوتر بری و یه سری چیزای دیگه هم از سرت بگذره تا بفهمی نه بیشتر از اونم قوی، فقط باید زندگی بره جلو تا تو اینا رو بفهمی. و بذارید چند تا چیز جالب ازش براتون بخونم. اول اینکه اینجا گفته همه سیسو دارن، یعنی فکر نکنید فقط مختص یه عده افراد یا فقط مال فنلاندیاست. من نمیدونم تلفظ درستش سیسو یا سیسو، نمیدونم، من حالا امیدوارم که سیسو درست باشه، نمیدونم، مطمئن نیستم، ببخشید اگر کسی میدونه و من اشتباه دارم تلفظ میکنم. چند تا مثال برای وقتی که سیسو اینجوری میتره که تو صورتت و یادآوری میشه بهت گذاشته. میگه مثلا خودتو به خط پایان توی 2 ماراتون رسوندید با اینکه چند متر آخر اصلا فکر نمی‌کردید زنده بمونید یا مثلا حکم شکنجه رو براتون داشته. این تایم مثلا اون سیسوئه که داره بهتون کمک میکنه، اون شجاعت درونی که همتون دارید. یا مثلا در میان سختی‌ها یا حس کردید شجاعتی توی وجودتون به وجود اومده که بقیه راهو برید. حالا یه چیز خیلی جالب که واقعا احساس میکنم بعضی وقتی یادمون میره، میگه که سیسو منظورش این نیست که هیچ وقت چیز غیر ممکن یا خیلی سختی برای ما اتفاق نمیفته. داستان اینه که تو قدرت این که از اون رد بشی رو داری و به این موضوع اون لحظه فکر نمی‌کنی، اون لحظه که حالت بده، اون لحظه که اون موضوع خیلی برات مهمه به این فکر نمی‌کنی. ولی اینو بدون که تو از اون مشکل رد میشی، از اون مشکل قوی تری. فکر نکن که مثلا اون موضوع رو تموم میکنه، شاید تو رو تغییر بده، شاید مجبورت کنه یه سری انتخابای دیگه‌ای بکنی، ولی ازش رد میشی، میدونی؟ واقعا ازش رد میشی. بزرگترین لحظه سیسویی وقتیه که به تنگ اومدی، یعنی اینجوری که آقا این دیگه تهشه، یعنی من از این دیگه نمیتونم رد بشم، از این موضوع دیگه نمیتونم، کم آوردم دیگه، پاشیدم ازم. و میگه اینجا دقیقاً لحظه سیسوییه که در ابتدا که پدیدار میشه هیچ چیز بزرگ و قهرمانانه راجبش نیست، فقط ترسه
یا مثلا چیزایی مثل فاجعه، بیماری، ناگهان بیکار شدن، از دست دادن عزیز. اینا چیزایی که صرفا اجازه نمیدیم به ذهنمون خطور کنه، اما در واقعیت ممکن اتفاق بیفته. و وقتی که اون چیزی که به ذهنمون خطور نمی‌کرده هیچ وقت اتفاق میفته، چجوری حالا مدیریتش کنیم؟ اینجا همون چیزی که بود که جمله که اولش گفتم سیسو لحظه آغاز میشه که قدرتی که برای خود متصور بودیم تموم میشه. یعنی دقیقا زمانی که تو فکر میکنی دیگه جا نداری، دیگه قدرتی نداری، همون لحظه است که سیسو به کمکت میاد که بگه نه، تو بیشتر از چیزی که فکر میکردی قدرت داری، فقط باور کن که درونت هست همچین چیزی. و جالبه که یه فصل داره درباره زمستون، همونجوری که نمیدونم میدونین یا نه، چون من نمیدونستم، فنلاند زمستونای خیلی سختی داره، یعنی آب و هوای سرد داره نسبتا. و یکی از بزرگترین چیزایی که همه آدم ها راجبش مثلا تعجب میکردن که شما چجوری توی هوای سرد شادیتون رو باز حفظ میکنین. چون میگم هوای سرد دیفالت بدن رو حفظ انرژی، یعنی تو مثلا خیلی برای بدن و برقص و نمیدونم شادی نگه داشتنت خیلی کاری نمیکنی، صرفا فقط جوری که زنده بمونم. و اینکه مثلا واسهشون عجیب بود که چجوری شما توی زمستون هم مثلا حفظ میکنید همه چیو. راجب اینم نوشته و میگه که ببین همون راجب هوگو هم میذاره توش هست که مثلا ما با دوستامون در ارتباطیم، با اینکه توی زمستون تو بیشتر دلت میخواد مثلا تو فضای گرم خونت باشی، زیر پتو باشی، از خونه نری بیرون، یا چه میدونم مثلا دوش داری، یا چه میدونم مثلا دوست داری زیر پتو غذا سفارش بدی، نه مثلا غذا درست کنی، غذا سفارش بدی برات بیارن، خیلی خوشت نمیاد که مثلا چه میدونم بری غذا درست کنی و این چیزا، ولی این کارا رو باید انجام بدید. یعنی اینا چیزایی که باعث میشه ما از خودمون در برابر اون سرمای شدید محافظت کنیم. سرمایی که فقط درباره هوا نیست، درباره اینم هست که چرا یهو نور طلوع کرد، درباره اینم هستش که مثلا دووم بیاری این سرما رو، چه خوب ازش عبور کنی، فقط زنده نمونی، میدونی، خوب زندگی کنی. در مواجهه با چالش‌های بزرگ اینجوریه که پا پس نکشید. شما بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کنید قوی هستید. اینو منم بهتون میگم که شما بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کنید قوی هستید و این اشکال نداره که چیزی که پیش اومده شما رو ناراحت کنه. شبیه یک روح سرگردانم، اتاقم تاریکه به خاطر اینکه این نور رو بذارم چراغ خاموش کردم و احساس کنم شبیه یک صورتک سرگردان دارم باهاتون صحبت می‌کنم، ولی می‌بینید اون پشت دیگه فضای اتاقو. و حالا خیلی زیاده برای اینکه بخوام همش رو توی این ویدیو، مثلا اینقدر کتاب مونده، مثلا اینقدر کتاب من دارم براتون میگم، صفحه رو علامت زدم که یادم بمونه چی مثلا اینجا هست. در کل خیلی برام جالب بود که همین الان که هوا سرده، یه همچین چیزی که چجوری ما توی جان سالم به در بردن از زمستان با خوشفکری، یه فصل کامل راجع به این که مثلا چجوری این تازه به تورم خورد. دوست داشتم که بازم با هاتون راجبش صحبت کنم، راجب به سیسو، چون که خیلی کتاب جالبی بود و فکر کنم که به درد برنامه‌ریزی زمستون من میخوره. حتما توی اپیزود ولاگ بعدی راجبش بازم صحبت میکنم، چون من عاشق این چیزام، عاشق نوع زندگی کردن آدمام. واسه همینه که ولاگ کانتنت مورد علاقمه و هم خودم خیلی ولاگ نگاه میکنم، هم دوست دارم ولاگ بسازم، چون فلسفه زندگی کردن آدمای مختلف رو دوست دارم، اینکه ببینم آدما چجوری زندگی میکنن خیلی دوست دارم. بر همین اینکه جور کتابا خیلی جذبم میکنه که مثلا یک عده آدم چجوری زندگی میکنن، مثلا سرخپوستا چجوری زندگی میکنن، فنلاندیا چجوری زندگی میکنن، و این خیلی جالبه. مثلا یکی از توصیه‌هاش اینه که توی زمستون انگار میل به گرفتگی و ناراحت بودن زیاده، ولی شما سعی کنید که شادی رو حفظ کنید، حتی اگه اون شادیه یه لامپ روشن کردن باشه، یه نور روشن کردن باشه، خونتون رو تو تاریکی فرو نبرین. همینجوریش مثلا غروب تاریکه، میدونی زود تاریک میشه زمستون، ولی شما سعی کنید که تا جایی که میشه نور درمانی کنید. این خیلی جالب بود برام که میگه غذا هم بخورید، نه اینکه مثلا شیرینی و شکلات ها، یعنی درسته که حتی خب اونا جشن سالنوشون توی زمستون دیگه، کریسمس، اینجوریه که مثلا فکر نکنید که منظورمون از غذا خوردن اینجا اینه که شکلات و شیرینی و حالا چیزای اینجوری بخورید. 100% منظورمون اینم هستش که غذاهایی بخورید که به ذخیره انرژی بدنتون کمک میکنه، چون مثلا توی فصل سرما بدن خیلی به انرژی بیشتری انگار نیاز داره و غذاهای مقوی و چاشنی، اون استراحت، اون حالتی که از سر کار میای بیرون سرده، بعد خونه گرمه، میای دوش میگیری و مثلا دم نوش میذاری و اینا، اون وایبه به نظرم هوگوی منه. اون میدونی مثلا اینکه تو از
دانشگاه، بیرون، از هر جا توی زمستون که میای، مثلا من الان بیرون اومدم، از مقدار لباسی که پوشیدم فکر کنم معلومه که از بیرون اومدم و ستاپ کردم که براتون ویدیو بگیرم. بخاطر اینکه خیلی لحظه خیلی گرمی بود برام، می‌خواستم سریع بیام در اشتراک بذارم لحظه رو باتون، که این لحظه‌ای که مثلا برمیگردی به امنیت خونه، حس خوب خونه و اینا هست. این مثلا فکر کن حالا این بین یه غذا هم درست کنی برای خودت، مثلا فکر کن تو از بیرون اومدی حوصله نداری و فلان، خود غذا درست کردن سخته ولی خیلی حال میده. میدونی وقتی که تموم میشه و غذا پخته میشه و تو میای و لم میدی توی گرمای خونت و غذاتو میخوری، اینجوری که آخیش، میدونی این آخیش عمیق خیلی نازه. من خیلی دوستش دارم اینو. آره، حالا قول میدم توی ولاگای بعدی، فصلای بعدی سیسورم بگم، بخاطر اینکه خیلی به من داره کمک میکنه، خیلی چیز نازیه. رنگش هم خیلی خوشگله، حتی رنگ آبی خیلی نازی هم داره. و آره، راجع به سیسو بیشتر با هم صحبت میکنیم چون احساس میکنم که به همون یه چیزای کوچولوش کمک میکنه و که این آتیش گرمه توی قلبمون رو توی زمستون هم نگه داریم، چون توی زمستون خورده اوضاع سخت‌تره ولی ما از درون یک شعله درون داریم. اینر فلیمز پادکست همه چه بامزه که یاد پادکست هم افتادم. آره، تا ویدیو بعدی میبینمتون. مواظب خودتون باشین، توی سرما لباسیات بپوشین، کافی بپوشین، اونقدی هم نه که عرق کنین و سرما بخورین. دوستتون دارم خیلی زیاد. مراقب خودتون باشین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.